ای میهنی که فیض کلام و ادب تو راست، شعر و کلام نابغگان تو رهنماست. در آستان خانت فیض ستاره ها، در آسمان هستی تو نصرت خداست. ای ملت بلند دیار بلند کوه، ای که بلند هستی به خلق بلند روح. اما بلندتر زی تو شأن تو آر توست، نام نکو سرشت نکو افتخار توست. ای میهنی که صبح معطر شود دماغ، از نصرت درود از نکهت سلام. خوش آمدی ای صبح پرصفا، تو با مکان قدم رنج نمودی که آن مکان را آبادی، زیبایی، صلح و ثبات زیب و زینت می دهد. هر صبح با امید دیدار آفتابک درخشان اندر این فضای آباد، این مردم سربلند تو را استقبال می گیرند. صبح این دیار نازنین، وطن بهشت‌آسایمان تاجیکستان عزیز، برای هر یک شما مبارک و فرخنده باشد. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، این دم و این لحظه سلام و درود برنامه صبحگاهی صفای سحر را پیشنهاد شما می‌سازیم. بگذار این صبح زیبای وطن فرصت باشد برای عملی گردیدن آرزوهای شما. در این صبح پر از صفا با هم یک سرود را میشنویم و سپس بازم برمیگردیم همراه برنامه را ادامه میدهیم. کجا ای بی وفا، کردی به جان من جفا، خونی دلم را ریختی، بین ما خودت کیف و صفا. خونی دلم را ریختی، بین ما خودت کیف و صفا. به
اومدی تو بود آمد به ذوق من زیاد زیستن به اومدی تو بود آمد به ذوق من زیاد مطلوبی دلم از نیتی خود به دلم در گذار زندگی تنها تو محبوبی دلم در گذار زندگی تنها تو محبوبی دلم جانی من تنها توی یک یاری به هم تا توی اول خبر یا از دلم داننده دل ها توی اول خبر یا از دلم داننده دل ها توی یادت کنم شما سهر نمان را خونی جگر خواهی بدانی مطلبم بیما به چشمان نظر خواهی بدانی مطلبم بیما به چشمان نظر در عرفیت میگویند که قدری زر زرگر بداند و ما بسیاری از انسان‌هایی را می‌دانیم که و هر روز مشاهده می‌کنیم که آنها بسیار زحمتکش هستند و هر لحظه و هر ثانیه می‌خواهند که دقیقه‌های عمر خویش را غنیمت شماریده به یگان کار مشغول شوند که در آینده برای جامعه ثمر آورند. بسیاری از انسان‌ها در زمین‌های نزدیکاولیگی خود سبزوات و میوه‌جات را می‌شنانند و هر یک ما انسان‌ها از آنها استعمال می‌نماییم. و نه هر یک ما از زحمت و رنج و عذاب‌های رویانیدن سبزوات و میوه‌جات برخوردار هستیم. واقعا درست قید کردی سما. یکی از شاخه‌های اساسی تربیه این تربیه مهنت دوستی کودکان و نورسان میباشد. چند روز قبل ما در یکی از دهه‌های ناحیه واسع از منزل زیست انیقترش از زمین نزدیکاولیگی یک تن از ساکنان این ناحیه دیدن کردیم و آنجا مشاهده کردیم که چقدر ثمرناک استفاده می شود قطعه زمین نزدیکاولیگی. اینچنین به این کار این نفر کودکان و نورسان را نیز جلب کرده است تا آنها مهنت دوست باشند. ناگفته نماند که کسب اساسی او اصلا دهقانی نیست بلکه آموزگار است. هر روز ما مشاهده می‌نماییم کودکان همان عمل‌های را تکرار می‌نمایند که این عمل‌ها از جانب کلانسالان اجرا می‌شوند. پس باید کلانسالان همان عمل‌های نیک را به سامان رسانند که باعث عبرت گرفتن کودکان و نورسان باشند. بینندگان گرامی، صفحه نوبتی برنامه ما آماده شده است. از دهه گلاباد ناحیه واسع با هم تماشا می‌کنیم. صبح جمعخان خسپلایف یک تن از ساکنان دهه گلاباد جماعت دهات به نام عبدی عوض ناحیه واسع از تماشا و کار در زمین نزدیکاولیگی آغاز می‌گردد. او اصلاً دهقان نه بلکه آموزگار است و زیاد از 40 سال سابقه آموزگاری دارد. در روزهای استراحت و لحظه‌های فارغ از مکتب در زمین نزدیکاولیگی خویش به آبچکاری
مشغول می شود. برای در روحیه مهنت دوستی، تربیت کردن کودکان و نورسان و به قدر نعمت‌های طبیعت رسیدن به این کارها نبیرگان را نیز جلب می کند. نورسان با ذوق بلند به بابایشان کمک رسانیده در نوبت خود با طرز پرورش و نگاهبین رستنی‌ها آشنا می شوند. در زمین نزدیک‌حولیگی این عائله جای خالگی و یا علف بیگانه دیده نمی شود. من طوری 35 سال است که با همراه استاد خسپالایف جمعخان در یک مؤسسه کار و فعالیت می‌نماییم. همچون آموزگار. در طول این سالها استاد خسپالایف جمعخان در تعلیم و تربیت نسل نورس سهم ارزنده خود را گذاشته‌اند. استاد خسپالایف جمعخان چندین سال در همچون رهبر مؤسسه شده کار و فعالیت نمودند. اون کس هم در مؤسسه هم در دهه گل‌آباد همچون شخص آبرومند شناخته می شود. کدام وقتی که ما بر خانه استاد آییم، اون کس را در زمین نزدیک‌حولیگی مشغول کار و بار خود می بینیم. واقعا هم خسپالایف جمعخان در تعلیم و تربیت مهنت دوستی نسل نورس سهم ارزنده دارد. میدان عمومی کشت شونده زمین نزدیک‌حولیگی این عائله 7 ساتیخ را تشکیل می‌دهد و در آن نمودهای گوناگون محصولات از جمله کرم، قلنفور، لوبیا، بایمیجان، ترب، لبلبو، کدو، جواری مکه، کبودی‌ها، شلغم و غیره کشت شده است که برای تامین عائله با محصولات نیازی اول نقش مهم دارد. با گفته جمعخان خسپالایف بیشتر این محصولات ها کشت سیوم می باشند. در این عائله برای زمستان گذرانی از محصولات های گوناگون که قسم زیادشان در زمین نزدیک‌حولیگی پرورش شدند، در زیاده از 500 ظرف شیشگین کنسرو و مربا، شربت و غیره آماده کردند. اینچنین به قدر ضروری گندم، لوبیا و خشک میوه‌ها که طلبات در فصل زمستان به آنها زیاد می شود ذخیره کرده شده است. همه ساله ما با همراهی کلینام، فرزندام، نوسام محصولات دهقانی اگرات خودمان را استفاده میبریم. اینا در دست شما شاید دیده این حوزی که غروکی زردالو های نمی غروکی زردالو را ما سلات کردگیم برای زمستان، تیاری برای زمستان. وقتی که فشار بلند میشه ما همه چیزا استفاده میبریم در عائله خودمان. این محصولاتی که در دست ما های این چکری های. اینا وقتی که فشارمون که بلند چی چکری را ما استفاده میبریم برای عائله خودمان. ما در اول سال در همین زمین نزدیک‌حولیگی خودمان اول کارتوشکا میکنیم. محصولاتی که در پیش شما استاده است بودرینگ محکم میکنیم. دیم کشته بودرینگ، پامیدور، کاپوس، بلغارسکی با همه همیورا محکم میکنیم. ما در عائله با همراهی نوسام، کلینو، دخترها هممون که آینده نوسام هم خیلی کارهای ما را دستگیری کنن، یاد بگیرن. واقعا استفاده ثمراناک زمین‌های نزدیک‌حولیگی باعث تأمین اهالی با محصولات نیاز اول بوده، همزمان در تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت نیز سهم می‌گذارد. اگر در هر عائله که زمین‌های نزدیک‌حولیگی دارند مسئولیت احساس شود و هر پارچه زمین را ثمراناک استفاده نمایند، می‌توان فراوانی محصولات و موازنت نرخ را در بازار نگاه داشت. طول 6 سال می شود که در این عائله همچون کلین در برابر کلین بودنم مرا به فرزندی قبول کردن. من شکرانه میکنم که در چنین عائله زندگی دارم. من در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 در طول 7 سال می شود که همچون آموزگار
جانشین دیرکتور اوید به کارهای تربیوی مشغول هستم. در برابر تربیت نمودن فرزندان نسل نورس، باز در فرزندان رو ما در روحیه و تندرستی تربیت میکنیم و در اویله‌مون در وقت‌های خالگی با همراهی خسرم و خوشتامنم و دیگر اعضایان اویله‌مون در زمین نزد حولگیمون کار میکنیم. شما شاهد بدین که در زمین نزد حولگیمون در همه محصولات هایی که لازمه هستند ما آنها را کشت کرده در موسمشون غونداری می نماییم و در بعضی چیزهای دیگر را ما دیدیم که آنها را بانکا محکم میکنیم با همراهی خوشتامنم. در هر یک سخنرانی هایش پیشوای ملت محترم امامی رحمان تاکید می نماید که هر یک عائله در مسئله زمستان گذرانی آماده باشد. ما سخنهای این کس را پیروی نموده با همراهی اهل عائله‌مان کوشش میکنیم که در هر یک اقتصادیات عائله‌مان را پیش بریم. برای باز هم غنی گردیدن بازار استعمالی و تامین بهداشت اهل عائله ما باید سرجمانه مهنت نموده هر یک پارچه زمین نزد حولگی را ثمرناک استفاده بریم و با این وسیله شرایط زندگی خود را بهتر نماییم. کوه، دشت و دمن، طبیعت، درختان، گل و گیاه و همه آن چیزی که محیط زیست ما را احاطه کرده است هیچگاه از نظر رسامان دور نمیمانند. آنها پیوسته کوشش میکنند که از رنگ‌های گوناگون استفاده برده تمام زیبایی‌های دیار را در روی اوراق سفید تصویر نمایند. واقعا هم درست گفتی، منظره های زیبا خیلی هم بسیارند، ولی ذوق بلندی رسامی تنها با آن قادر است که از این همه زیبایی ها الهام بگیرد و برای ما انسان ها معجزات بیافرد. در بیشتر موارد شخصان علاهیده کوشش می نمایند که به واسطه رنگ ها حالت روانی خود را خوب گردانند. یعنی رنگ ها نیز می توانند که به حالت روحی و روانی انسان ها تاثیر رسانیده باشند. بینندگان عزیز، عین زمان برای دوستداران دنیای رسامی بخش معجزه رنگ ها را پیشنهاد می نماییم. مرحمت یک جای تماشا می کنیم.
бо баробари дамидани субҳ ва пахш шудани барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар барои ёд гирифтани ин ва ё он намудаи хурданӣ бонувон интизори пахши бахши субҳона мешаванд. бале, воқеан ҳам ин дуруст аст. бинандагони гиромӣ, ба хотири он нафароне ки махсус ин саҳифаи барномаи моро тамошо мекунанд, айни ҳол аз танзимгари барнома хоҳиш мекунем ки саҳифаи субҳонаи барномаи субҳгоҳии Сафои саҳарро пешниҳод намоянд. марҳамат. субҳи якояки шумо ба хайр бошад, тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон. дар идомаи барномаи Сафои саҳар мо тасмим гирифтем то ба шумо тарзи омодасозии чунии шириниро нишон диҳем. сараввал даруни зарф 400 грамм ордро андохта бо 180 грамм равғани маска онро омехта месозем. пас он дарунаш 200 грамм қаймоқ, 1 то сафедии тухм ва 1 қошуқ намакро андохта ҳамаашро ба шакли хамир медарорем. барои каме ково гаштанаш хамирро ба муддати 10 дақиқа пӯшонида то он дам маҳсулоти даруни шириниро тайёр мекунем. рӯи оташ то баро гузошта дарунаш каме ордро сурх мекунем. даруни орди сурх карда шуда 200 грамм шакар ва 1 стакон равғани растаниро андохта онро низ омехта мекунем. навбати тунуқсозии хамир ҳам расид. хамирро ба ду қисмат ҷудо карда онро бо ёрии лулаи чӯбин тунуқ месозем. гарди қаблан омода кардаро рӯи он рехта қисмати дигари хамирро рӯяш мегузорем. хамири омода гаштаро тоб дода барои хубтар сурх гардиданаш рӯяш зардии тухмро мемолем. барои шаклан зебо гардидан метавонед бо истифодаи чангол рӯяш чунин хатҳоро кашед. ширинии нимтайёрро ба қисматҳо ҷудо карда онҳоро даруни тафдон ба муддати ним соат мепазем. солимӣ омили хушбахтӣ буда танҳо тавассути он метавон баҳри расидан ба комёбиҳо талош намуду ҳаёти хуберо барои худу атрофиён муҳайё сохт. инсон то он даме ки ба беморие гирифтор нашавад қадри саломатиро намедонад. баъзан бисёр нигаронкунанда аст ки дидаву дониста кор ва ё амале иҷро мегардад ки оқибаташ гирифтор шудан ба бемориҳост, аз ҷумла бемории фарбеҳӣ. имрӯз ин беморӣ дар миёни ашхоси сину соли гуногун, ҷавонон, ашхоси миёнасол, калонсол ва кӯдакону наврасон зиёд ба мушоҳида мерасад. табибон иброз медоранд ки агар шахс ба бемории фарбеҳӣ гирифтор бошад, ҳатман аз бемории диабети қанд, сактаи дил, фишорбаландӣ азият мекашад. тибқи иттилои ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ дар саросари ҷаҳон ҳар сол на камтар аз 2,8 миллион нафар дар натиҷаи вазни зиёдатӣ ё фарбеҳӣ ба ҳалокат мерасанд. ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ пешниҳод менамояд ки ҳукуматҳо, шарикони байналмилалӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва бахшҳои хусусӣ бояд ҳама дар пешгирии бемории фарбеҳӣ саҳмгузор бошанд. ба таъкиди мутахассисони соҳаи тиб сабабҳои гирифторӣ ба бемории фарбеҳӣ гуногун буда, аввалин сабаби дучор гардидан ба он ин пурхӯрӣ мебошад, яъне аз меъёр зиёд истеъмол намудани маҳсулоти хӯрокворӣ ва таомҳои дорои миқдори зиёди нерӯ аз қабили гӯшту маҳсулоти гӯштии серавған, маҳсулоти ширии равғаннокиашон баланд, шакар, конфет, торт, хӯрокҳои тезтайёр ва маҳсулотҳои қаннодӣ. гуфта мешавад ки омили дигари гирифторӣ ба фарбеҳӣ ин камҳаракатӣ мебошад.
متخصصان توصیه می‌دهند که جهت پیشگیری بیماری فربهی به جای محصولات خوراکباری ترکیبشان چربدار باید محصولات‌هایی که از ارد نوع دوم و سوم تیار کرده می‌شوند استعمال نماییم. باید بیشتر توجه به استعمال میوه و سبزیجات و کبودی‌ها کرده شود. در برابر این آن میوه و سبزیجاتی که شیرینی‌هایشان زیاد است از آن باید دست کشید. اینچنین استفاده زیاد نمک، استعمال طعم‌دهنده‌ها در غذا، استعمال غذاهای تست‌تیار، استعمال نوشاکی‌های شیرین گازناک را نیز باید کم کرد. همچنین با بلند نمودن سطح جسمانی و فعالیت جسمانی باید اهمیت داد و زیادتر راه گشت. بنا به تاکید طبیبان جهت پیشگیری بیماری فربهی در برابر دیگر کارها باید از خوردن خوراک‌های تست‌تیار دست کشید. زیرا طبق دلیل‌های آماری ترکیب خوراک‌های تست‌تیار زیاد از 1000 کیلوکالری را تشکیل می‌دهد. مقدار شبانه روزی تامین غذا با ارگانیسم انسان باشد 1500 کیلوکالری است. در دوام روز شخص با استعمال یک خوراک تست‌تیار قناعت نکرده بعد چند لحظه دیگر نمود غذاها را نیز تناول می‌کند. اگر در مجموع معیار غذانوکی را برای این افراد حساب نماییم بیش از 2000 کیلوکالری را تشکیل می‌دهد که علاقه فشار به ارگانیسم و ضرر به معده میباشد. از این رو هر یک انسان را لازم است که برای سالمی خود بیشتر به تمرین و ورزش مشغول شود. زندگی دارای رویدادهای بزرگی است که ما انسان‌ها بخبر آنها می‌توانند به وقوع پیوندند. پس ما انسان‌ها را می‌باید در همه حالت برای خوب نمودن سطح زندگی خویش هنر آموزیم. بله، باید ما در همه مورد استعداد کودکان و نورسان را دستگیری کنیم و برای رشد آن زمینه اساسی را فراهم آوریم. مخصوصاً والدین را لازم است که برای رشد و انکشاف دادن استعداد کودکان و نورسان خویش شرایط مساعد را فراهم آورند. البته در همه حالت برای کودکان پدر و مادر کمک می‌رسانند که استعداد آنها در آینده به کسب مکمل تبدیل یابد. بینندگان گرامی، به خاطر آموزش ساختن هر گونه اشیاءها ما در برنامه صبحگاهی صفای سحر صحیفه داریم با نام هنرآموزی و این حال به نوار توجه می‌کنیم و از ساختن یک نوع اشیا آگاهی پیدا می‌کنیم.
طبیعت چون کتابی کشاده است و ما انسانها را ضرور است که آن را درست مطالعه کنیم. در طبیعت نمودهای گوناگون جانوران زندگی میکنند. حیات آنها برای ما انسانها خیلی مهم است، زیرا هر یک نمود آنها در موازنت اکولوژی سهم نظررس خود را میگذارند. چون که ما میدونیم حیوانها هم در محیط آبی و هم در محیط خشکی مطابق شدند و زندگی میکنند، ولی به هر حال در هر صورت به کمک ما انسانها نیاز دارند. هنگام گرم شدن هوا بسیاری از جنگل ها میسوزند و هنگام سرد شدن هوا بسیاری از حیوانات از غذا تنقیصی میکشند و به هر حال ما انسان ها را میباید که به دنیای جانوران نظری نیکو داشته باشیم. بسیاری از جانورانی هستند که در طول سالها نمودهای گوناگون آنها از بین رفتند و امروز نیز مشاهده می شود که بعضی از نمود حیوانات در حالت نیستشوی و یا نابودشوی قرار دارند، یعنی سرشمار آنها خیلی کم ماندند. و بینندگان گرامی، به خاطر آن که ما درباره جانوران معلومات کافی داشته باشیم و برای حفظ کردن آنها سهم خود را گذاریم، صحیفه داریم با نام حیات جانوران در برنامه صبحگاهی صفای سحر. خوب، این لحظه میبینیم که صحیفه نوبتی برنامه درباره کدام حیوان برای ما قصه میکند. عین زمان تماشا میکنیم. صبحتان بخیر بینندگان گرامی. در بخش نوبتی به شما یک چند معلومات جالب درباره حیوان کلانجوسه و بدهیبت خرس معلومات خواهیم داد. خرس ها خیلی کلانجوسه می باشند. سری کلان، فوکی دراز و اینچنین پنجه قوی دارند و با کف پای راه می گردند. در جمهوری های سابق اتحادیه شوروی 3 نمودی این عائله خرس سفید، خرس مالا و خرس سیاه یا اینکه هیمالایی زندگی میکند. خرس 30-40 سال عمر میبیند. عادتاً خرس ها زمستان به خواب زمستانه میروند. ماده خرس ماه دکبر یا ینور از 1 تا 3 بچه نابینا میزاید که بعد 3 روز بینا و سرحرکت میشوند. خرس ها رستنی ها، میوه ها، مورچه و تخم آنها، اینچنین عسل زنبور وحشی، گنبوسک ها، نرم بدن ها، پرنده و خوینده های گوناگون را استعمال میکنند. خرس سفید در اقیانوس یخبسته شمالی در روی پیریخ‌ها زندگی می‌کند. وزنش تا 1 تن می‌رسد. وی بیشتر مرغ، تولین و گربه‌های بحری را شکار می‌کند. خرس مالا در امریکای شمالی بسیارتر به نظر می‌رسد. وزنش 800 کیلوگرم می باشد. خیلی درنده بدهیبت به حساب رفته به حیوانهای کلانی سومدار حمله کرده آنها را می خورد. خرس سفید در جنگل‌های روسیه و آسیا بسیارتر به نظر می رسد. اینچنین در تاجیکستان ما هم دیده می شود. وزنش 400 کیلوگرم می باشد. خوراکش عسل، مورچه، میوه یا سبزیجات به حساب می رود. در سالهای اخیر خرس مالا در طبیعت ما خیلی کم شده است. بنابراین وی به کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان داخل گردیده است. شکار وی در تمام حدود جمهوری قطعاً منع کرده شده است.
ин буд якчанд маълумоти ҷолибе дар бораи ҳайвони калонҷуса ва бадҳайбат хирс. чанд лаҳзае бо ҳам суҳбати хубу хуше доштем ва ногаҳ чарх задани ақрабаки соат моро ба фарҷоми барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар оварда расонид. бале инҷо коргардони барнома ишора доранд ки фурсати ба барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ҷудо гардида ба анҷом мерасад. бинандагони азиз, ба ҳар яки шумо танисият, хонаи обод ва рӯзгори пур аз нозу неъматро таманно дорем. фарҷоми барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар бароятон комгорӣ, муваффақият ва сарбаландиро пай дар пай биёрад. дар давоми рӯз шумо метавонед ки тавассути телевизиони Баҳористон хабару гузоришҳо, инчунин филмҳои тасвирию ҳунарӣ ва намоишҳои гуногунро тамошо намоед. бо умеди доштани рӯзгори хубу осудаи шумо то субҳи дигар, хайр.